در نخستین سوال بعدیشون، در نخستین اظهاراتتون بعد تأسیس تشکیلاتی به نام پیمان ملی گفته بوده، چون اینا حتی جرئت نمیکنن نام تشکیلات رو هم بگیرن، بعد به نام میگن. خب دیگه هر چی که سوال است هم خیلی میخونم. گفته بودید که یکی از وظیفه‌های آن سفید کردن نام باسمچی‌ها خواهد بود. امروز هم بر این عقیده هستید یا نیست؟ ولی دوستی عزیزم، اولش اینکه من اینها رو باسمچی نمیدونم، این کلمه‌های شما هست. من اینها را مبارز و مجاهد و یک آزاد اندیشان میدونم که برای وطن و ملتشان، سرزمینشان مبارزه کردن، شهید شدن، اونایش که هجرت کردن. و امروز هم اگر هر کسی برای تاجیکستان، برای وطن مبارزه کند، شهید شود، هجرت کند، که کردن، شهید شدن، هجرت کردن برادران، و امروز هم این مبارزه را دوام دادن، من اونها رو مبارز میدونم، مجاهد میدونم، یک آزاد اندیش میدونم و یک وطن پرستی واقعی میدونم. اینها برای وطنشون که اون وقت با نام بخارای شریف ارزی وجود داشت تلاش کردن. اون وقت دیگر اینها تاجیک، ازبک، ترکمن، حالا قزاق، قرقیز، تاتار، هر کسی بود، برای یک وطن مشترک که با نام بخارای شریف بود، که زبانش هم فرهنگش هم تاجیکی بود، مبارزه بردن به خاطر دینشون. اگر امروز یک نفر دیگر بیاد، خب اون زمان بولشویک‌ها بودن، آمدن گفتن که حالا بعدها گفتن که ما با شما راه آهن کردیم و حالا برق آوردیم، اینا خیلی خوب. اگر امروز یک کشور دیگر بیاد، یک گروه دیگر وارد شود، دین شما را، نخبگان شما را، فرهنگ شما را، اصلا کشور شما را از بین میبرد، شما را بیارد مثلا جز یک کشوری یا از شرق یا از غرب یا از شمال کردنی شود، با اعلان کند که من یک هدف نیک دارم، با شما مثلا حالا که برق داریم، راه آهن داریم، بگوید که من تاجیکستان رو به کار میکنم که به مریخ یا به ماه شما موشک میپرتوید. این یک نشانه دولت پیشرفته است و به همین خاطر من علیه شما ارتش میکشم، تاجیکستان رو جز خدا میکنم. من علیه اون کشور مبارزه میکنم، نه وابسته از اون که با چه هدف میآید. اگر شما ما را باسمچی بخوانید، کار شما است. من باور دارم که شما امروز اگر هر کشور دیگر، اون وقت بلشویک‌ها بودن، اگر هر کشور دیگر بیاد به شما منصب وعده کند، به شما یک چیزای وعده کند و بگوید که به شرطی که من وطن شما، استقلالیت شما را از بین میبرم، فرهنگ شما را از بین میبرم، دین شما باید که دیگر وجود نداشته باشد و شما فقط در عوضش بعضی امتیازهای مادی خواهید گرفت و چند نفرتون هم منصب خواهید گرفت، یک پیشروی‌های اقتصادی و اجتماعی خواهید کرد. شما چی موقع میگیرید؟ از این فلسفه شما معلوم میشود که شما حتما طرفدار این غاصب و استعمارگر جدید خواهید بود و هر کسی که مبارزه کند علیه اونها مبارزه میکنید، اون رو باسمچی و دشمن و حالا هر چیزی هم که دلتون میخواد نام میبرید. برای ما اون روز هم گفتم بله این حرف من است، یکی از وظیفه‌های پیمان هست، باید که این بزرگواران سفیر کرده شوند. و اینجا هم یک نکته رو بگم، نه تنها این کسان سفیر کرده شوند، من اصلا نظرم این است، پیشنهادم این است، این را خواهش میکنم در پیمانم بعداً به نظر بگیرن، دوستان پیگیری کنیم. باید ما طلب کنیم مثل کشورهای دیگر، کشورهای بلتیک، کشورهایی که واقعا ملت‌های آزادن، ارخیوها گشوده شود و تمام کسانی که از دست نظام دیکتاتوری و توتالیتری یا کشته شد یا بدرغه شد یا ترویکا شد یا کولک شد، ویسیلکا شد، اونا چندین مرحله ها داشت، اینها روی خطا آشکار کرده شود و تمام اینها با یک قرار ملی در یک محکمه ملی سفید کرده شوند. اونها قهرمان مرده شهید اعلان کرده شود و قهرمان اعلان کرده شوند، سفید کرده شوند. اینا هر کدامشون فرزند دارن، نبیره دارن، ابیره دارن که امروز زنده اند. ما نداریم در خاندان تاجیک، عائله در تاجیکستان نداریم که یک نفرش یا همچون دشمنی خلق کشته نشد، بدرغه نشد، همچون ترویکا نشد، کولک نشد، نداریم. این همش از دستی یک نظام توتالیتری. بله این نظام خوبی های داشت اما بدی ها هم داشت. خوبی هاش ما بگوییم، بدی هاش ما باید گفته شود. چرا لیتوانی ها این کارو میکنن؟ موزه کگبک شدن در ویلنیوس. چرا حتی برادران ازبکی ما در ازبکستان این کارو کردن؟ چرا دیگر ملت هایی که خودشناسی دارن، هویت دارن سفید کردن؟ روسا سفید کردن، آمدن کازاک ها رو، بلاگواردیس ها رو که مثل شما بسیارا فکر میکردن اینا هم باسمچی های بگیم روس بودند و به اصطلاح، ولی سفید کردن. چون شما
الکی 3 نسل شد که این روحیه در شما تاثیر کرده است. متاسفانه نسل اولی سالهای 20 و 30 و 40 شوروی، بعدا یک نسل سالهای 60 و 70، امروز باز نسل دیگر آمدن که با این روحیه غلامی میخوان این رو نگه بدارن، مبارزان واقعی را همچون باسمچی و دشمن معرفی کنند. ما شما را اصلاح کردنی نیستیم، چون شما متاسفانه اصلاح شونده نیستید. با گفت اقبال، این غلام ابن غلام ابن غلام، حریت اندیشه او را حرام. اقبال 3 بار نام گرفت، این غلام ابن غلام ابن غلام، یعنی اصلا 3 نسل. متاسفانه انم شمایی که گپ میزنید حالا شما نسل تقریبا 3 یا 4 هستید. غلام ابن غلام شاید من نمیدونم، شاید پدر و باباتون آدم خوبه بود، اما شاید یگان مقامدار و منصبدار از همون کلتکداران سرخ بود، نمیدونم از چی که مثال آمدید امروز خودتان که غلام میخواهید باز مبارزان را سیاه کنید. نه، این کار شدنی نیست. انشاءالله یکی از پروژه ها، یکی از طرح‌های پیمان ملی و عموما همه وطن دوستان و آزاداندیشان ملت این سفید کردن این بزرگواران خواهد بود. خب چون این سوال دوام سوال‌های دوستمون هست، با استفاده از لکسیکولوژی خودتون هست نرنجید، میتوانید زن طلاق تاجیکی قسم خورید که فعالیت شما از طرف ایران مبلغ گذاری نمی شود. بله، با هر قسمی باشد، از آن جمله این قسم هم اگر برای شما لازم است، ولی این اصطلاحی من است، البته اصطلاح ملی تاجیکی است، برای دروغگوها را در جاشون شناندن، ولی منم از اون استفاده کردم و اصلا پشیمان هم نیستم. شاید شما بگید برای نفری حالا مثلا مثل ما سیاستمدار رو در اکادمی دیپلماتی تحصیل کرده، آیا لازم بود که در وقت بحث از این اصطلاح استفاده شد؟ من میگم بله لازم بود، چون یک حدیث شریف هم داریم که کلموا الناس قدر عقولهم، با مردم برابر عقلشون صحبت کنید. اون کسی که در روبروی من بود و مسئله رو یک باره ما با داملا ایامدین داشتیم صحبت آرامی کردیم، در نوار هم هست، تراشه از بام افتاده یک باره آمد و یک تهمت کرد دیگر، طبق حدیث پیامبر و طبق اصلا همون قانون بحث و وضعیت، چون ما هم یک وقتا در دوشنبه سالهای دانشجویی کمی با این جوانو در کوچه ها بحث و جنجال ها و زن و زنی هم داشتیم، میدونیم پسیکولوژی این گونه آدمان رو، و با اون دیگر از حقوق بین المللی و منطق و آداب گپ زدن نمیشه. اون چیزا رو که نمیفهمد بیچاره. خب یگانه چیزی است که اون خاموش باشد، اون را گفتی روسا بیکا زرگه مثلا هم میقپید تمام، دیگر اون معلوم شد و همین کار هم شد و خدا را شکر که دیگر دروغش و تهمتش آشکار شد. اگر واقعا باور داشت که فرزند من 1,300,000 دلار را به حاج عبدالحلیم داده است، که خب میگو که بله من اینا باور دارم، قسم میخورد، اما وقتی قسم نخورد معلوم بود که دروغ میگه. فرزند من بیچاره در حیاتش 100,000 دلار ندیده بود یک جای، چه رسد به 1,000,000. خب یک دروغ های گفته. بنابر همین این مسئله را جواب دادند و درباره مبلغ گذاری هم که اون سوال تکرار شد، گفتم که در این باره که ما را کی مبلغ گذاری میکند؟ شما دوستانی عزیز. و حالا در این شرایطی که ما هستیم در مبارزه، هر کسی هم که کمک میکرد ما رد نمیکنیم، خدا خیرش بده میگیم. اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران که سالهای مبارزه خیلی خوب کمک کرد و ملت تاجیک برای حالا جای دیگر شاید یک سوال دیگر هم هست درباره ایران خواهم گفت، اما متاسفانه دیگر کمک با اون شکلی که شما میگه در نظر دارید که نمیکنند. اگر میکردم ما خیلی ممنون میشیم و هر کشور دیگر هم در این شرایطی که ما هستیم برای مبارزه برای ملت هر کی کمک کند اصلا مطمئن باشید که ما رد نخواهیم کرد. خب به نظر شما ایران دولت دیکتاتوری است یا دموکراتی؟ مناسبتتون با این کشور چگونه است؟ خب دیگه دوام همون سوال هست. مناسبتتون با این کشور میخوایم از این بهتر شود، خوب شود. متاسفانه همچنین کشوری کفیل صلح، همچنین کشوری که باید ملت تاجیک را چقدر که یک مرتبه کمک کردن، نگذاشتن که جنایتکاران کشورهای دیگر، تانک و توپ کشورهای دیگر، بیگانگان بیاید دههای تاجیک را باز بمباران کند. ایران کمک کرد ملت تاجیک را. دیگران میدونید، منظور جمهوری همسایه ازبکستان تانک و توپ فرستاد، روسیه تانک و توپ فرستاد از طریق فرانت خلقی، چقدر خانواده ها را نابود کردند، دیه ها را بمباران کردند، ملت را اصلا با نابودی بردند و این کمک های جمهوری اسلامی ایران بود که
ملت توانست قامتش رو راست کند و خیلی هم میخواستیم که این کشور همچون نقش خود را باز از نو ایفا کند و کفیل صلح هست. مثل روسیه ما تقاضا داریم، خواهش داریم که مسئولیت خود را انجام دهد. اما جدا از آن که حالا ایران چیکار میکنه نمیکند، ایران یک کشوری هم از لحاظ قدرت و توانمندی در منطقه جایگاه دارد، در جهان جایگاه دارد و برای ما تاجیکان یک کشوری همزبان است، همدین است، هم فرهنگ است و اصلا هر کسی، حالا شما میتونید با حکومت ایران مخالفت کنید، میتونید با مذهب رسمی ایران مذهب شما مخالفت کنید و واقعا حق هم داره، جای مخالفت هم هست، این طبیعی هم هست، اما با ایران همچون یک ملت و همچون کشور حق ندارد یک تاجیک مبارزه کند. ایران یعنی تاجیک، تاجیکستان. ایرانیت یعنی تاجیکیت. ما خب 500 سال است که ایران شیعه هست، این بعد از صفوی ها. ایران قبل از اینکه سراسرش یا حد اکثر 90% اصفهان و شیراز و تهران و ری اینا همه سنی بودن دیگر. 1400 سال ایران اسلامی هست. خب چرا همه میریم دنبال 500 سال شیعه بودن ایران صحبت میکنیم یا دنبال حکومت امروزه ایران صحبت میکنیم؟ اصلا بیاد حالا کسانی که با اسلام سری خوش ندارن، ایران یعنی ایران قبل از اسلامی رو بگیرید. مگر ما فرهنگی مشترک، زبانی مشترک، یک کشورهای مشترک نداشتیم؟ مگر تاجیکستان امروزه جزئی از امپراتوری قبلی هخامنشی و ساسانیان نبود؟ یا زمانی بود که اونها جزئی از امپراتوری ما بودند؟ خب بیاید مسئله رو یک کمتر وسیع‌تر بگیریم. من خواهش میکنم این خیلی حالا به خاطر ناراضگی از سیاست امروزه ایران یا دوستانی هم که مذهبی فکر میکنن به خاطر آنکه اختلافات شیعه و سنی هست، ایران رو همچون کشور، همچون ملت از این بحثو باید جدا کنیم. بنابراین مناسبتی من با ایران همچون ملت، همچون کشور، همچون سرزمین خوب است و میخوایم از این یا مناسبت پیمان هم خوبتر شود. اما آنکه ایران دیکتاتوری هست یا دموکراتی هست، من اپوزیت ایران نیستم. شما این سوال رو نسبت روسیه هم بیتید، من جوابم همین خواهد بود. نسبت خیتای هم که اینا هم کشور دموکراتی نیستن و احتمال زیاد است که برگشار مسئله ها البته با اون حدی که شما دیکتاتوری هستید نیستن. حتی خیتای هم در اونجا بالاخره یک آزادی اقتصادی حداقل هست اگر دینی و فرهنگی نیست، اما دموکراتی هم که نیستن. و خود ایرانی هم در هیچ جا نگفتن که ما کشور دموکراتیم. حدی اکثر چیزی که میگن ما یک مردم سالاری دینی داریم. رقیبانشون میگن که نه این یک دیکتاتوری دینی است. حالا بحث رو بگذاریم به خود ایرانیا. من رهبر پیمان ملی تاجیکستان هستم که در مخالفت با حکومت امروزه تاجیکستان قرار دارد. اگر شما سوال درباره وضع کشورهای منطقه دارید، جواب من نسبت همه این کشورها، حتی نسبت قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان هم همین خواهد بود. خب در ظرف 4 سال در خارج بودن، باید هم محمد جان نوری همراه با شما ظهور نمی شود. شاید گفتنی بود که ظاهر نمی شود یا ظهور پیدا نمی کند. مگر عائله مرحوم سید عبدالله نوری از نهضت و بازی های نوی آن بیرون انداخته شده است؟ نه دوستی عزیز، ما خیلی میخواهیم و آرزو داریم که و اصلا چنین هم هست که خانواده استاد مرحوم فعال باشن. البته هستن، در این حرفی چندان صحیح نیست و یک چیز رو آشکار بگم براتون، سببش رو، جوابش رو خودتون میدونید که چرا امروز فرزندان استاد نوری، مخصوص فرزندانشون که دیگر دوستان دیگر برادران از خانواده استاد نوری هستند، چرا در پهلوی من حضور پیدا نمیکنن؟ از شما میترسند دوستی عزیزم. شما ظلم رو بردارید، ستم رو بردارید، بعد ببینید که در پهلوی ما کیا قرار میگیرن. حالا شاید نوبت به خانواده استاد نوری هم دیگه نرسد. از شما میترسن. حسین در اونجا هست، حکمت الله در همونجا هست، نعمت در همونجا هست، بالاخره مالکیت هست. شما اون تهدید و فشاری که به این خانواده بیچاره مظلوم و محترم میکنید و اون تحقیراتی که نسبت استاد کردید، حالا جدا از ما، حتی بیچاره ها دیگر جرئت نمیکنن از ترس شما که از پدر خود دفاع کنن. مگر اون فیلمایی که علیه استاد نوری نشان داده چیکار کردن؟ یگان جواب گفته تا نیستن. نه، میترسن از شما. شما ظلم رو بردارید از سری مردم، از سری ملت، بعد ببینید که در پهلوی ما که قرار میگیرد یا نه. وقتی که شما ظلم میکنید این بنده خدا چیکار کند؟ تنها خانواده استاد نوری نه یا برادر عزیز ما محمد جان نوری نه، هر کسی دیگر هم تنها کسانی امروز میان در پهلوی ما قرار میگیرن که دیگر خودشان رو به خدا
بخشیدن، در این راه بخشیدن و توکل به خدا کردن دیگر. من مطمئنم این خانواده محترم این مکتب استاد است، این استاد مبارز، استاد مجاهد، استاد شهید. خب همین روز رو اگر در سر نهضت تاجیکستان یک بار آورده، استاد خیست قیام کرد و باز اگر می آوردید و زنده می بود حتما این کار رو میکرد، شاید سخت‌تر از من هم میکرد. و تا روزی که من هستم در رهبری نهضت، در داخل نهضت، چی رهبر باشم چی در یک مقام دیگر، در پیمان، مطمئن باشید بین نهضت، بین پیمان ملی و خانواده استاد و دیگر بزرگان این ملت، حتی بین ما و دیگر نمایندگان اپوزیسیون که در اروپا هستند، چند سوال ها میشد که چرا گفتگو نمیکنید، چرا با هم نمیشینید، اختلاف انداخته نمیتونید. حداقل از طرف ما هیچ کار صادر نخواهد شد که باعث اختلاف شود. ما حتما با هم هستیم، با هم خواهیم بود، چی با اپوزیسیون در مجموع و چی با خانواده استاد مرحوم سید عبدالله نوری. من خواهش میکنم، باز تکرار میکنم، از این گونه بازی های اختلاف اندازی دست بکشید، چون ما این مکتب را الکی گذاشتیم، با ما نمیتونید شما این گونه کار کنید.